نمیذارن آریا جان نمیذارن. ما نمیذارم. اشکال نداره. اینو من میذارم. مسئله نداره. خب من شهروندم. دارم قبل از یک مافیا صحبت میکنم. بسینا. من یه مافیام شما رو شب میدم بیرون. شما بازی میکنم بادیگارد یا شهروند ساده بستم از صبح. من هر چی بازی تو رویال کردم با عطابک توی دک بودیم همش هم این مافیا بود. این سری من مافیامون شهروند ولی کاورم میکنم. کاورم کن. ساید سالم بین آریو هاست. به نظرم که بین آریوها یه گادفادر یه دونه هکر نشسته دیگه روپایی می‌خورید دیگه. آره روز یک جفتی گردنتون میگیرم. روپایی ملو. روز یک جفتی گردنتون میگیرم. معرفت اگه نزنی از اول من بهت میگم. من با هر کسی غیر از شقایق یار بشم کلین شیت میبرم. به نظر من قبلا همه مافیا نشستن. شقایق کاوه کرد تو بازی سنگین بود. من چون 3 مافیا قبل خودم ندارم تو رو گردن میگیرم. با تو هم چشمت کن یه جوری میفروشمت عطابک میذارمت حراجت میکنم. سلام به 4مین قسمت از ایونت دعوتی رویال کیوب سناریوی هکر خوش اومدید. من تقسیم نقش سلام پریا هستم. امیدوارم بازی خیلی خوبی باشه. تشکر میکنم از آقای علی شفق که نشستن اینجا. مرسی که اینجا نشستین به ما امید. حالا جدا از شوخی قبل از یک مافیا دارم صحبت میکنم. عطا شهر باشه بازی خیلی برای من راحت میشه. نکست. آقا سلام از سینام. خیلی خوشم باهاتون بازی میکنم. به من دفعه قبلی جمله گفتم زیاد ازش استقبال نشد. به نظرم مافیا تو این بازی رأس مرگ نکنه. نه ولی جدا دوستم که بازی به همه خوش بگذره. من تو بازی شهروندم. همین دیالوگ آخرین بار باهاتون. من تو بازی شهروندم. خوشحالم باهاتون بازی میکنم. بازی خوبی باشه. خوش بگذره به همه. قبل خودم مافیا باشه مطمئن فکر ندارم. آریو به نظرم استرس داشت. اول وقتی ماسک اول داشتم تو رو نگاه کردم و اون یکی آریو داره میخند. پس فکر کنم مافیا یکی مونو اکتی گرفتی تو ترن دوشی. با سلام مردیان خیلی خوشحالم باهاتون بازی میکنم. امیدوارم که خوش بگذره به همه. خوشحالم که در جوار استاد بزرگم آقای علی شفق نشستن. دبیرهای من بوده تو دنیای مافیا. من بستم رو شهروندی عطابک حتی به قیمت خراب شدن. سلام آقا، من آریا هم خوشحالم باهاتون. یه تشکر میکنم از مخاطبای رویال ما رو دنبال میکنم. سابسکرایب و زنگوله رو حتما بزنید که از رویال کیوب های بعدی با خبر باشید. نظرم قبل من یه دونه مافیا سگی باشه. نظرم عطاهای قطعی مافیا. نظرم لایکی که دادی خیلی اگزاجره بود. شهروند نمایی. نظرم آبا هم مشکوک. تو عطا و آبا مطمئنم. سلام دوستان، پارسا هم خوشحالم با هم بازی میکنید. امیدوارم فارغ از هر نتیجه‌ای برامون خوش بگذره. کیوبو با جون و دل بازی. ببین
من خود تو رو خیلی مشکوک دارم. بین شهروندش داری؟ پس ترنتو صحبت کن، چون به نظرم فردا چالش سردست برای گردنت بگیرم. بین سیتی 1 و 2 هم به نظرم فیلینگی مافیا نشسته. مطمئنی جفتی شهروندین تو، پس فردا با تو هم قراره بجنگم. جفتی مافیا میدینم بیرون. خیلی هم جالب. پس من قراره فردا تو بازی با آدمای زیادی بجنگم، چون به نظرم یه دونه تا 2 تا قبلا نشست، یکی نباشه 2 تا قطعی هست. دیسلایکی تو روی مشکوکیت اینم دوست نداشتم، پس میگم ترنت خیلی برام مهمه. سلام، خوشحالم دارم محمدتون باشم. نمیدونم چرا تو این سناریوی فکتا میقوله بیرون. خیلی فکت ببین تو چشاتو میدوزیدی سینا. این برای من مشکوک بود موقعی که داشتی صحبت می‌کردی. مثلا دیسلایک سر مافیا فردا باید ببینیم چی داره میگه دیگه. مثلا نگفتم بهت مافیایی که داری میگی من شهروندم. کارت مشکوک بود. ببین تو باید در مورد بردیا صحبت کنی. بردیا گفته اگر بازی میخوام خرابم بشه میخوام ببندم رو شهروندی اتابک. مگه میشه اینو بشنوی بگی اتابک مافیاس با اون دیالوگ نکنی؟ بگی که بردیا به نظر من تو شهروندی اونو کاورش نکن. حتی اینم نگفتی. به نظر من کارت مشکوک بود. از نظر خودم پارسا قطعی شهروند. سلام واسم خوشم باهاتون بازی می‌کنم. پریار در موردش برای صحبت می‌کنم. هنوز نمی‌دونم چیه، ولی آقای سینا شمایی که میاد باهاش دیالوگ می‌کنید وقتی که یه تارگت فقط خوردید، به نظرم بعد خودتون هم برای یه نسبت نظر می‌کردید. آقای آریو شما اومدید قبل خودم به نظرم یه مافیا نشسته، ولی نگفتید کی هست یا کی نیست. فقط گفتید قبل خودم یه دونه نشسته. خب بعد یه دونه تارگت می‌زنی. آخه بعد خودت هم خیلی دقیق تارگت زدی. با شما هم فکر بودم. یه تارگت هم باره. من شقایقم خوشحالم داریم بازی میکنیم. امیدوارم به همه خوش بگذره. بردیا برام مشکوک بودی، گفتی به قیمت خراب شدن بازی. نمیدونم چرا این حرفو زدی، چون من دوست دارم بازی خراب شه. یعنی خود میدونی ببینم داری بازی خراب میکنی میکنم. آریو به نظرم کار سختی کرده تو بازی. یعنی جایی که 2 نفر بستن رو شهروندی تو رو تارگت کردن کار سختی بوده. بعد بگی گذاشته اونجا یار زیاد داشته باشه بازی آورده این بعد. پس تو معارفه برام از شهروندی داره. پارسا برام مشکوکه. تو قبل اینکه صحبت این 2 نفر رو بشنوی، از 3 نفر ما 3 تا رو بشنوی، عملا یه مافیا اونجا داری. اینو گرفتیم، اینم به خاطر دیسلایک بستی 3 تا مافیا پیدا کردی. 30 تا چندی برام مشکوک بودی. چرا باید سینا راجع بعد خودش صحبت کنه؟ بعد خودش که صحبت نمیدونم. بعضا سینا هم از شهروندی داره. آقا درود، اسمم آریه. احتمالاً نیستم تو کیو مافیا با تمام وجودم بازی می‌کنم. امیدوارم که بتونم این حس منتقل کنم. خانم پریه که مافیاست. شما سطح انرژیتون تا سیت 4 5 خنده بود و اینا، بعد دیگه انرژی خالی کردید. یعنی اینجا به نظرم دیگه ریختید تو سیت این وقت. الان که دوباره می‌خواد شما به نظرم تو بازی مافیایین. آریو برام فکت شهروندی داشت. به اتابکی تو بازی تارگت صفر زد و آوایی که حداقل تو این دک نسبت به بقیه شناخت کمتری دارن بهش، خودش رو با شخصی که تازه بار اول داره باش بازی می‌کنه یا کمتر روش بازی کرده در که و اتابک تو بازی 2 نفر قبلش بهش موزه داده بودن. حالا اتابک برام مشکوک بود. تو از موزه سوء استفاده بیجا کردی. تو پارسایو تو دید من کاور کردی که کار شهروندی تو معرفی کرده بود. کار شهروندی رو در قبال تو این بردیا کرده بود که گفت به حاضرم به قیمت خراب شدن بازی هم تو رو کاور می‌کنم. تو باید بردیا رو تو بازی کاور می‌کردی. خود علیرضا صاحب کاری که کرده بود منو ترسون، چون تو از بیس شهروندی من حس کردم اگه بازی کنم تو بازی کاور میکنم. به نظرم علیرضا، بردیا، آریو، آوا، خودم توش آوا من کاور میکنم. آوا رو تو بازی کاور به من تارگت زده دیگه. من مزاحم داشتم تو معارفه. من فهمیدم فعلا شهروند کاور شد. لطفاً بخوابید. همه تکیه بدن لطفاً. اول نقشه شهروندی به من لایک بدن. کاراگاه دکتر بالیگارد دو شهروند ساده آهنگر فقط گادفادر و ناتو میداشت. هکر بازی لایک بده.
آقا اینم من فک شهروندی دارم، فک شهروندیش میدونی چیه؟ تو این سر این دیسلایک دادی بهت اجازه بازی داد، گفتش که بذار صحبتای تو رو میشنم، راحت ترین کار پوزیشن مافیا بود که چون تا دو این دیسلایک دادی همون رو میتونست تارگت کنی. آقا این چه فک شهروندی واسه میاری؟ اگه این کار سخت‌تر کرده بعد خودش من تارگت زده، اینم کار سخت‌تر کرده به 3 نفر تارگت زده، فردا باید همونجا تارگت بزنه. اگه مافیا باشه تو هر کدوم از اینا یار داشته باشه راه خودشو بسته، بعد فقط تو پس من پارسا رو کاور میکنم. تو پارسا رو کاور میکنی، تو هم که آریا رو کاور میکنی. مفترین تارگت رو به من زدی. مفترین تارگت رو به من زدی. با سطح انرژی، با این بازی که با جون و دل کیوبا بازی میکنی، با سطح انرژی داری به من تارگت میزنی. تو همه رو یه تارگتی کردی. من الان آقای سینا شما کجا میدونید من شهرام یا مافیام که اینجا چیز میکنی؟ تو برای خودت سناریو گذاشتی، روز یک برای خودت اینقدر اینجا رو من فقط با تو کار دارم، هیچ چالش میگیرم فقط تو رو تارگت میکنم، با هیچ کی توی این بازی کار ندارم. چالش بگیر بعد من چالش میگیرم. بذار بدم بعد من صحبت میکنیم. اول صحبت بذار بعد من صحبت ببین خانم پریا، یه نفری به اسم پارسا تو بازی اعتقاد داشته بین من و شما تو بازی مافیاست. من سریعا دیسلایک دادم، شما هیچ ریاکشنی تو بازی نشون ندید. راحت ترین کار برای من به عنوان مافیا بود فردا صبح با پارسا دیالوگ کنم، به شما تو بازی تارگت بزنم. جلوشو گرفتم، گفتم دوست ندارم اینجا دنبال لوکیشن مافیا بگردیم. ایزن تو باید اینو به عنوان فکت شهروندی من نگاه می‌کردی، نه که دنبال فکت مافیا من روی چشای من باشی. تو گفتی بازی به نظرم پر فکت چشم این بازی اشتباه بود پس به نظرم. ولی ایزن خودت تو هم تو بازی برای من مشکوک بود. یعنی صحبت به نظرم جای چون کاورت از آوا به نظر من کاور درست. آوا به نظر تو بازی خیلی مشکوک. من نمیدونم فکت بیاردم اون آوا. اگه آوا برات مشکوکه با فکت بعد زمان میذاشید در مورد آوا صحبت می‌کردی، یا اگه من برات مشکوک بودم من بعد قبل صحبت می‌کردم چون من می‌خواستم این صحبت اضافه‌ای بکنم. صحبت منو میشنویدی، یه صحبت رو شروع کردی. این آقا فکت تضعیف موزه داشت تو معارفه. گفت که من قراره با خیلیا بجنگم. فکت شهروندی ساخت برای خودش ولی نسبت به من خیلی موزش پایین بود. من به مافیاش دیسلایک داده بودم. به من فرصت پلی داشت. معلوم بود نوسان موزه داشت تو معارفه. من الان این خانم پریا از معارفه صحبت 9 نفر بعد خودش شنیده دیگه. من مفترین تارگت زدم. آقا شما همین بوده دیگه. پریا تا سیت 4 و 5 داشت میخندید، از اینجا تا اینجا ریخت، دوباره تن من رسید شروع کرد بخنده کردن. فکت دیگه. اگه خب پس مافیای دیگه آقا. چالش بگیر منو بکن بیرون دیگه. چالش بگیر روز منو بکن بیرون. من ما رو 5 نفر رو کاور کردم. چجوری منو کاور بکنم؟ روز یکان برای چالش هم برای آریو بعد از من صحبت بکنم. من تا اینجا به نظرم اگه زرگری بازی حساب نشده باشه تو عطابک، سینا، پریاری یه دونه خودم تو معارفه شقایق رو شهروندتر داشتم. خانم مشکوک بود. تو اگه به نظر مثبت باند یک شهروند بودیم باید از اینجا رو میذاشتی، نباید دیالوگ گفت اینجا رها میکردی. اصلا نمیدونم چرا کاور کردی. من نمیخوام بگم برو بهش تارگت بزن، برام مشکوک فیلینگی بود. سخته چون فکت تو درست بود ولی باز دوباره رفتی با آریوی دیالوگ کردی که میتونستی بیای بردیار کارو بکنی. این کارو دو ترنتون نمیخوای بکنی اصلا. اینا برای من عجیبه چون این بحث رو شهروندی تو نکس میدم فعلا. پارسا عطابک هر دو مثلا فکت داشتن تو معرفه، چون پارسا به نظرش من مشکوک بودم، اون دوتا رو فیلینگی مافیا داشت، پس اونقدر مافیای قطعی نداشتی که می‌خواسته گردن بگیره. پس وقتی مافیای قطعی نداری دیسلایکی که اون به مافیای من میده، تو اونقدر منو مافیا نداری که بخوای اینو گردن بگیری، یا دوباره دیسلایکی که اینجا میاد، یعنی اونقدری به ما تارگت نزدی که به ازاش بخوای پلیرایی که ما رو کاور میکنن رو گردن بگیری. تو اول باید ما رو مافیا قطعی داشته باشی که یکی ما رو کاور میکنن بخوای گردن بگیری. پس مشکوک بود. عطابک اولا چیزی که درباره من گفتی که غلط بود، چون بردی رو واضحا گفته فارغ از بازی و سایت میخوام تو رو کاور کنم. من چه دیالوگی بکنم؟ حرفی هم که درباره سینا نسبت به دیسلایکش زدی تناقض داشت با کاری که خودت تو تن پریا کردی. گفت بحثم رو شهروندی اینجوری لایک دادی، خودت به نظرم یه رفتاری مشابه با کاری که سینا کرده بودی. به نظرم مشکوک. داشتم برای شهروندی قبل از صحبت کنم دوست داشتم قبل هم صحبت کنم. ببین عطابک حقیقتا من پارسا برام مشکوک‌تر بود تو معارفه. امروز تو کاری که کردی با کارت این وارد بازی شدی، یعنی نذاشتی خودش صحبت کنه، از چیز خودش از کارت خودش دفاع کنه. برای همین تو ذهن امروز مشکوکی. حالا حرفی که آریا میزنه درسته دیگه. تو مگه تو معارفه بین یک و دو مافیا نداشتی؟ خب آریا گفت من قبل خودم یه مافیا دارم، اومد به عطابک و آوا بعد خودش تارگت زد. چجوری اینو قطعی مافیا داشتی حرفا اینا رو نشیده بودی؟ این برای من عجیبه. چالش هم حالا نرسید بهت یا نگرفتی عجیبه. من سینا رو مافیا ندارم، جنگ شما دو تا هم دوست ندارم. میخوام بگم مثلا تو
تهش تو من و آریو و پریا و سینا مثلا بخوام بگم تهش اینجا یه مافیاست، بعد میدونم بیشتر از اون دیالوگ اینا بعد میدونم بیشتر یه مافیا باشه. پس فرضاً 3 تا مافیا اینجاست. پارسا تو معارفه به یه فکت متفاوتی تو یه تارگت اونجا زدی، دیسلایک رو دیدی، یه چند تا تارگت دیگه هم زدی، گفتی فردا پس من قراره با خیلیا بجنگم. بازی 3 تا مافیا بیشتر نداره، من فردا باید با خیلیا تعامل کنم. امروز اصلا دیگه تو حالت جنگی نباید باشی. خیلی از تارگتات ممکنه شهران شما گفتی فردا با خیلیا قرار باشی. مشکوک بودی واسه من. ببین سینا، اگه به خاطر مافیای آبا رفتی آریو رو تارگت کردی، امروز پریا گفت آریو تارگت مفتر رو زده، آبا لایک من یار نیستم، پس مفتری تو دنبال کنی. تارگت آریو چی بود؟ خیلی بد بود. اصلا یه جوری فکر کردم مثلا لادر گذاشتی آریو رو اونطوری تارگتش کردی. همونت برام مشکوک. امروز پریا انرژیش شهروندی، حالا نمیدونم تو فکتاشو بیار اگه مافیا داری من گوش میدم، ولی انرژیش ورود به بازیش، منم اگه اون تارگت از تو می‌خوردم اونطوری معرفه بهت حمله می‌کردم، چون چیز عجیبی گفتی دیگه. اون فکتی گفتی تو لحظه تو معرفت تولید شد، از قبلش تو ذهنت نبود که. اوکی خب دیگه مشکوکه دیگه. مرسی. چالش آقا. ببینید بین پریا، سینا، آریو به نظرم یه مافیا باید باشه، برای اینکه هیچکی داره تارگت فورس رو الان اینجا نمیذاره. یعنی همه دارن میگن که مشکوک بودی، دارن سعی میکنن آشتی بدن، هیچکی هم داره پوش الان اینجا نمیکنه. شما آقای سینا شما در مورد خانم پریا کارتشو خوندید که اینقدر شهرش داد. الان خانم پریا شهر دارید یا ندارید؟ برای اینکه داری باهاش دیالوگ می‌کنی ها. الان آقای آریو رو به نظر شما شهر یا مافیا؟ دو تاشون برای شهر هم دارن ازشون. ایشون شهر ایشون مافیاست. خب نه به نظرم شما خیلی مشکوک. تا اینجا بازی داشتی میگفتی ایشون الان شهر، اینجا الان مافیا. نه گفتی ایشون مافیاست، الان دارید میگید که ایشون شهر، ایشون مافیاست. به نظر من اینجا یه مافیا هست. آقا نمیدونم به نظر کی توی آریو پریا سینا حتما بیشتر از یه دونه مافیا هست. منم واقعا همون میخوام توی اینا بیشتر از یه دونه مافیا میشه باشه. با فرضی که زرگری تو بازی نیست، به نظرم بیشتر از یه دونه مافیا نیست. بخوام بگم بیشتر از یه دونه مافیا نیست، این علیرضا رو بگم شهرونده تو بازی، اینجا هیچ. خب میمونه بیرون پارسا، بردیا، شقایق، آوا. خودم شقایق اونقدر مافیا ندارم، بعد بگم تو آوا، پارسا، بردیا 2 تا مافیاست. این چیزی که روز یک باید بگم. حالا بعد بیشتر بودم ساعت بعد از صحبت. ببین تو که به نظر من شو کردی. تو به نظر من مافیا خیلی شوی هستی. تو روز بلاین تصمیم گرفتی فقط اعلام نظر کنی که بین 4 نفر قبل یه مافیا هست. در من یه لوکیشن 2 نفره مشخص کردم. خب حالا به نظر تو اون فکت مافیایی من بوده. من بلند شدم انقدر اینو مافیا داشتم که دیسلایک اون اومده، گفتم حرفتو گوش میدم، فردا قراره چالش سر دست بگیرم، اگه کاورش کنی گردنت بگیرم. به نظر موضوع من جلوی این پایین بوده. اصلا نمیتونی این حرفو بزنی، چون به نظر من که به نظر من خودم اتابک رو شهر دارم. بعد کسی نمیتونه الان به اتابک اتابک رو مافیا داره اینجا. خب این خانم آبا بلند شده گفته من حرفای اتابک رو تکرار کرده، من خود تو رو مشکوک دارم. تو عیناً اومدی حرفای پریا رو فقط با یه زبان دیگه بیان کردی. عیناً ترنت کپی ترنت پریا بوده که چرا به یه فکت اون گفته چرا به فکت خنده به من تارگت زدی، تو بلند شدی چرا به فکت چشم به من تارگت زدی. علنا همون بوده، فقط یه جور دیگه بیانش کردی. تو رو خیلی مشکوکت دارم. به نظرم که بین این 2 نفر قطعی یه دونه مافیا نشسته. بین من و آریو بین 5 نفر هنوز از طرف کاور می‌کنی. این چیه؟ میری تو چین ها، چون این 3 تا پریا به آریو تارگت زد، 3 تا با هم دیگه لایک دادن به مافیا. حتی آقای کاور کرد. حالا خود پارسا رو اگه مشروع کنیم نه یار آقا میشه نه یار شما. دوباره به ارائه. چون من به نظر خودم میدونم شهروندم، شقایق رو میدونم شهرونده. اگه بخوام بگم اینجا حداقل یه دونه مافیاست، با آریو نباید تارگت بزنم، چون سر صحبت به مافیا خورد، به مافیا گفتنش لایک دادم. پس تو آریو بردی به نظر مافیا هست. چالش هم واسه سینا بعد از همین موضوع. آقا اون حرفی که سر لایک زدن، اون به من گفته شهروند لایک دادم، اون سر مفید اون دیسلایک داده. من کارت خودم میدونم شهروندم، ولی سینا به شهروندی پریا روز معارفه رسیدم خیلی من اون سر اون دیسلایک داده. آقا من اوردی آنچینم. ببین به نظرت من با سینا یار میشم بلند شه بگه مشکوکی یا پریا یا آریویی که بلند شدن بهش تذکر. این هم که منو مافیا داره، باید بگین چین ما ستاییم. به نظرت ما ستایی با هم میتونیم چین باشیم. چون این هم که تارگت میشه بردی امروز لایک میده، همتون بهش میگی شهروند، تو چالش رو دادی به این که منو تارگت کنه، خودش هم بعدش گفتی مشکوکه.
خب پس من اینجا آره چه ندارم. من تو رو کاور کردم دارم تارگت می‌خورم و دوست داشتم سفت‌تر از اینا منو کاور کنی. ببین ادا قطعی شهرونده میخوام با اتابک بازی کنم. نمیدونم. امروز من یه چیزی بگم، همتون میگید با فرض اینکه اونجا زرگری نباشه. فکر کنم میدونید یکی تو اونجا زرگری دارن میزنن تو این سه نفر که هی میگید با فرض زرگری نبودن اینا اینجا یه دونه مافیا هست. این حرف تو ذهن من مشکوکه. آقا من صحبت کنم. ببین من نمیدونم شما چجوری بردیار تو بازی تحلیل نمی‌کنی. خود بردیار اعتقاد داره از بعد یه دونه صحبت که چالش هم تو بازی نگرفته، اعتقاد داره پارسا توی بازی با یه فکت متفاوت نسبتا مافیاست. خود اتابک اولین چالشی که تو بازی گرفته گفته به نظرم پارسا تو بازی قطعی شهرونده. تو چجوری رسیدی به شهرونده؟ دوباره ازت پرسید، گفت علی ساعتی ازت پرسید اتابک تو بازی شهرونده، گفتی آره شهرونده. تو کل بازی با کارت مافیایی بعد پارسا وارد بازی شدی، چجوری رسیدی به شهروندی اتابک تو این بازی؟ هست تو مشکوکی. تو باز چرا من حس می‌کنم اینا از کار تو بازی کنن. تو حق نداشتی این بازی به من تارگت بزنی. بردیای قبلی که تو رو مافیا داشت، منم تو بازی مافیا داشت. چجوری منو مافیا داری؟ چجوری من تو بازی مافیا داری؟ من هیچ جای بازی خانم پریا تو بازی کاور نمی‌کنم. به نظر من خانم پریا به شدت تو بازی مشکوکه. به شدت. جان شما داری برمیگردید. من واسه تو پرسیدم، گفتم که بین این دو نفر مافیا کیه؟ گفتی مافیای من ایشونه. گفتی ایشون شهره. برام اصلا من نمی‌فهمم. اصلا من دارم از شما چین میچینم دیگه. شما هیچ نظری نمیدید در مورد ایشون، به نظر من میتونه چینشون باشه. هیچ نظری داری نمیدید. دارین بازی میچرخونی این بعد میگه بین آریو و بردی به نظر مافیا نشسته. یه نظری در مورد این دو نفر نمی‌کنی. به نظر من خیلی مشکوکی. فقط دو دسته پاشیده گفتی به نظر من خانم شقایق شهره. به نظر من شما خیلی مشکوکید. شما دو نفر به نظر میاد تو مافیا باشه. یاد ببین آقا پارسا که خیلی مشکوکه. چون منو مافیا داری با سینا. خب من اگه سینا رو مافیا داری دیگه پریاری و یارای سینا نیستن. خب پس این که اوکی. خود اتابک و شهروند داری. پس تو این 4 تا تو این مربع یه دونه مافیا هست. پس با این فرض این علیرضا ساعت هم باید کاور کنی چون گفته تو اینا یه دونه مافیاست. من با شقایق به نظرم واضحه که چین نیستم. پس تو باید با مافیای من دوباره توی آوا بردیا مافیا داشته باشی که من تو تنم گفتم تو خود آوا بردیا دو تا مافیاست. من نظرم مشکوکی دیگه. خودت مشکوکی. آوا هم به نظرم مشکوکه. آوا لایک دادی؟ ببین آریوی امیر موعظی ترن ضعیفی داشتی. چالش تو حالا کاری ندارم. ترن ضعیف من و آبا و پارسا اگه دو تا مافیا باشه که این که فرض محاله. بعد ثانیه من نفهمیدم چرا گفتی اینو باید کاور کنی. این چیکار کردم که بعد براش مشکوک. تو و پارسا قطعی مافیاست. دیگه این باکسیه که دیگه مطمئن شدم. دیگه این یه دونه باکسیه که ازش مطمئن شدم. تو الان میخوای چالش بگیری آوا رو گردن بگیری. آوا که قطعی شهروند. یعنی من امروز آوا رو کاور میکنم. شقایق و اتابک و خودم هم شهروندی. یه رای بدید به نظر آریو، یه رای بدید پارسا. بازی ترور داره. علیرضا جان دو تا مافیا مکاور کرد. چون تو روز یک جدی چین من شما ستایین. چون جدی میگم تو روز یک آدزش برای من اینه. چون من به نظرم بیشتر از یه مافیا تو سینا پریا آریو هیچ جوری نیست. اصلا درگری خرابه اینجا. اون داره میگه اینا اینجا یه مافیا بیشتر نیست. این آردیون رو کاور کرده میگه نه دیگه پریا خیلی مشکوکه. این داره با اون میجنگه. این اصلا امکان نداره تو این سه تا بیشتر از یه مافیا باشه. یه مافیا اینجا بین این دوتا که آریو و علیرضا که شهرونده. این اینو شهروند میکنه، این داره چالش میگیره میگه نه تو شما دوتا مافیاست. پس تو این دوتا شهرونده. این 5 تا شهروند خودم میدونم شهرونده. اینجا اینجا تهش یه مافیا. تو آریو علیرضا سینا پریا من این یه مافیا. تو داری دو تا مشکوکای من که بیرون میمونن رو کاور میکنی. تموم شد. پس من میگم شما 4 تا 3 تا مافیا. چیکار کنم؟ من میگم علیرضا تو بعد مثلا آقا من علیرضا رو قطعی مافیا دارم. حقیقتا من از بردیو چالش می‌خواستم اینو تارگت کنم. ببین آقا جان این آیه علیرضا ترنشو فقط از مشکوکیت تو بازی کرد. معارفه برآینده بازیش من و آریو بودیم دیگه. سناریو بازی تو در مورد من آریو صحبت کردی دیگه. گفتی این کدوممون اکتی گرفته ولی روز یک در موردمون صحبت نکردی. گفتی آقا تو بازی به نظرم مشکوکه با صحبتی که بردیو کرده بود. به نظر من تو بعد تو ترنت کاور می‌کردی منو. چون لایک آوا رو دیده بودی. حالا خانم شقیقی من صحبت کردم خودم که میدونم شهرم. این سه نفر به مافیا من تو بازی لایک دادن. این دو تا بلند شدن همدیگه سر صحبت کاور کردن. پس تو این دوتا که به نظرم شهروند وجود دارد. خودم هم تو فکر می‌کردم که آوا تو بازی شهروند ولی مسیرشو دنبال نمی‌کنه علی ساعتی. حالا
آقای پارسا تو فهمیدی تو من و آریو مافیا هست، کسی که سناریو داشت و باید اینجا دخالت میکرد خود علیرضا صحبت بود، تو درمونش امروز صحبت نکرد، باید علیرضا رو تو بازی تحلیل میکرد، تارگت تو هم که تحلیل نمیکرد. پس من اینجوری ذهنم علیرضا ساعت پارسا آوا دو تا مافیاست توش هست. امروز با دست من یه رای میدی به آقا، یه رای میدی به پارسا. بگی آوا پارسا اوکی؟ چون با موضعی که من دارم که دکتر باید منو شب سیو بده، چون 4 نفر گفتم بین تو 3 تا مافیاست، همشون با دیالوگ کردم. این برای ذهنی منو بعد 2 ترم این به من گفته عطابک شو شهروند، یه سریاتون با من دیالوگ کرد، پارسا به قول خودت به من تارگت نزده، آوا بعد 7 8 تا صحبت 10 تا صحبت تازه فهمیدی که من میتونم واضح مافیا داشته باشم. چرا میتونم واضح مافیا داشته باشم؟ اگه به نظر اینجا یه دونه مافیاست بین اینا زرگریه، من یاد یکی از اینا میشم، باید بگی دوباره تو این لوکیشن یه دونه دیگه مافیاست که سناریو ما رو خواسته خراب بکنه، یه پوینت در ما بگیره. حالا اینا در حالتیه که من آخرین صحبت ترن بعدم گفتم به این دو تا به نظر یه دونه مافیا هست، هر جوری میشینه بعد بین این دو تا یه مافیا هست. میریم برای رأی گیری از شماره 1 با 4 رأی داخل دفاع. رأی برای شماره 1، رأی برای شماره 2، رأی برای شماره 3، رأی برای شماره 4، رأی برای شماره 5، رأی برای شماره 6 دفاع، رأی برای شماره 7، رأی برای شماره 8 دفاع، رأی برای شماره 9، رأی برای شماره 10. یه نفر درباره شماره 6، یه نفر درباره شماره 8. مرسی. میدونید چی برام عجیبه؟ علیرضا به شقایق گفت شهروند، آریا امیرموزی به شقایق میگفت شهروند، این بردیا چالش داده بود به شهروند شما چرا تو هم دنبال مافیا میگردید؟ این خیلی برام عجیبه. تو شما سه تا اگه 2 تا مافیا باشه که یار فقط، یعنی از دیتا یارده. آره دیگه هر شهر دارم بهتون میگم شما نباید از شهروند شقایق تو هم دنبال مافیا بگردید. حله خودم شهروند شقایق 2 نفرتون شهروند داره، تو شما بیشتر از این مافیا نیست. 5 رای آقای پارسا بود، آریو، بردیا، علیرضا، خودم شقایق رای دیدیم به پارسا. پس به نظرم پارسا تعداد خوبی شهروند بهش رای داده. مرسی. اوکیه. ببین من و علیرضا میتونیم با هم مافیا باشیم. خب این بردیا رو خودت هنوز باید مشکوک داشته باشی. چی گفت؟ گفت بین من و پارسا یه دونه مافیاست که بیشتر من مافیا داره. گفت خودم شقایق آوا عطابک شهروند. اوکیه. با مافیای من دیگه علیرضا رو که نمیتونه تارگت کنه. باید بگه تو سینا پری آریو 2 تا مافیاست. اروره. بعد حالا اینجا مافیا هست نیست، این امروز 2 تاشو کاور کرده، 2 تا رای آورده تو بازی. شما قطعی مافیاتون اینجا این تنش گفته قطعی جفتشون تو بازی کاور کرده. منو تارگت کرده، تو من ساید منو پارسا آوارم کاور کرده. بعد که خیلی مشکوکه به نظرم. امروز پارسا مافیاتر از آوار. لطفاً این شخص عملی تو دفاعی انجام بده. بفرمایید. من تو بازی فهمیدم تو ناتوی اون هکره، علیرضا ساعت هکره، این ناتوه. من مشکلی ندارم اگه به من رای بده، میرم بیرون همین دوتا رو وصیت میکنم. دولیس کارت دور دست میده دست علیرضا ساعتی، با شقایق میاد بالا. علیرضا ساعتی خدافظی میکنه. تو روز فرداش آریو رو میدید بیرون، بعدش شقایق رو میدید بیرون، با نقش گادفادر شقایق رو میدید بیرون. به همین راحتی بازی براتون در آوردم. اگر من دارم برای خودم رای خرج می‌کنم دیگه، یه در میدونم قرار به من رای بدن، دارم به 3 نفرم مستقیما با نقش تارگت می‌زنم. پس امروز به من رای میدید، من این 3 تا رو وصیت می‌کنم. اگر با وصیت من بازی نکنید که واقعا بده. جدی بهتون میگم، خیلی راحت دارم بهتون میگم. این آقا بلند شده 3 ترن فقط گفته این هر کی بلند میشه باید این علیرضا ساعتی کاور کنه. چرا باید کاور کنه؟ چه برایندی داشته که باید کاور کنه؟ خودش داشته به تو تارگت می‌زده. چطوری باید هر کی بلند میشه اینو کاور کنه؟ پس همینجاست. اصلا بگم بهت رای ندم ولی خیلی مشکوکی ها. مگه میشه بگی این 3 تا یعنی اینقدر شو با هم دیگه بازی کنن، اینقدر شو هم دیگه کاور بکنن؟ ایشون از روز معارفه بگه که ایشون شهر منه، بعد ایشون هم بگه چرا کاور نمی‌کنی یار منو؟ یعنی آفرین، یعنی اینجوری مافیا بازی می‌کنی. بعد بگه اگه ایشون مافیاست نقش ایشونو یعنی نقششو نمیده، سایدشو میدونه که داره میگه شهره. من ذهنم بین این 3 تا قفله، چون که هیچ کی هم هیچی در موردش نمیگه، فقط میگن که بین این 3 تا یه دونه مافیا هست. میگه خب بعداً در میاری. نه به نظرم با الان در میاری که بعداً چی بشه. این برای رأی 2 با 4 رأی خروج، اول 6 بعد 8. رأی 2 میگیم برای شماره 6، رأی 2 میگیم برای شماره 8. شماره 6 وصیت. خب
من که توی این بازی شهروند بودم، فردا استعلام میخونه. خب ببین پس من اشتباه کردم، میدونی این شقایق از چین میارم بیرون با اینکه رأی 2 به من داده. علیرضا ساعتی، آریو، خانم آقا، این سه تا با هم دیگه توی این بازی ندادن. تو 2 ندادی چون پس تو گادفادری. مرسی بخواد آریو داده شب بده. ما که رفتیم بکشیم خدا بخوابید بدون رأی. آقا شب همه خواب. هکر بازی می داشت سوئس مافیا Next. Duelist. Nascadero. Basta que falar melhor. Assim, duelo. Nascadero. دست کسی رو که زدن فردا توی دوه کاراگاه دکتر آهنگر بادیگارد در شبی که گذشت خداوندی به شبان دوئل داریم آریو و سینا. اول آریو بعد سینا. استلام اذیت میکنن. 2 نفر خارج شدن 2 شب. درباره آریو با سینا. درباره سینا بفرم. خب به نظر من که دوئلی درسته. میدونم چرا شقایق شاد شده، پس باید بگید باید بگید تو پریا سینا آریو قطعی مافیاست. من حقیقتا دیروز میخواستم بیام رأی این پارسا رو مساوی بکنم ولی نمیدونم یه جوری تارگت می‌زدین ترسیدم، گفتم شاید واقعا مافیا کاور کردم، چون علیرضا ساعت و پریا اومدن چیز. به نظر من شما دوتا جفتی با هم مافیا نیستین. میدونم چی میگم؟ به نظر من اگه باشه یه دونه است که مثلا اومدین رأی‌ها رو مساوی کنین. نمیدونم چون خودتون اینو مشکوک داشتین دیگه. این رأی آورده چجوری رأی داد؟ امروز بله من واقعا دوئل سختی باید باشه. تو باید دوئل سختی، چون شهباز به من گفته من 2 تا مافیا کاور کردم، خودش الان تو بازی نیست. اصلا بخوام بگم حداقل شهباز فهمیده من یه مافیا رو کاور کردم. شما 2 تا مافیا باشه، خود شهروند باشی، آوا با آریو آنچه
سر اون لایکی که از روز یک بهش داد. سینا دیروز دور نداده به شهروند، پس دور خیلی بدی. از دیدگاه تو باید بگی خیلی دور بدی. چیکار کردی؟ من الان تو دورانی حرفی که آریو دیروز زد همون درباره این خیلی به نظرم شهروندی بود. اینکه گفتی ما نباید هم تارگت بزنیم. ولی سینا هم دور نداده. دور هم کاش میشه باشه. ببین اولین چیزی که باید در موردش صحبت کنیم اینه که شقایق رای دو شات شده. خب پس به نظرم شقایق تو بازی شهروندی بوده که مافیا از دو ساید مختلف داشت ازش استفاده می‌کرد. یعنی تو لوکیشن شهروندی شقایق و مافیا باشه که گفتی این ستا خودش و کسایی که به خود شقایق گفتن شهروند، چون شقایق اون کسایی که بهش گفتن شهروند تو بازی شهروند نکرد. اونا بهش گفتن شهروند. علیرضا آریو خودشون به شقایق گفتن شهروند، شقایق خودش لوکیشن شهروندیش پریاد سینا به من یه دونه رأی یک داد دیروز. تنها رأی یکی که به من تو بازی آوردم سینا بود، در صورتی که من کسایی رو داشتم تارگت می‌کردم که سینا خودش مشکوک داشت. یعنی سینا معارف اینترن خودش آوا رو مشکوک از مشکوکیت آوا به من تارگت زد. من به آوا رأی یک دادم، بهش هم تو بازی تارگت زدم. این آوا مطمئن بود تو بازی مافیاست. تو تشخیص دادی آوا رو تو بازی ایگنور کنی، به من و پریا تو بازی رأی بدی. منی که تازه از پریام در نقب گرفتم. یعنی تو من و پریا هیچ دو مافیا نیست. تو بازم به یه شهروند تو بازی تارگت زدی. مشکوکی برام. حالا تصمیم با شماست. اگه میخواید یکی در میون میتونید رای بدید، رای مساوی بشه، یا رای بدید سینا بازی بره بیرون. ببین عطا واقعا تو بازی مشکوک، واقعا تو بازی، یعنی تو باید میگفتی راحت ترین بازپرسی بوده دیگه، دوئل بوده دیگه. اون رای دو داده، من رای دو ندادم تو بازی. حتی قبل از اینکه بیاد تو دفاعی من گفتم به نظر من تو شهروندی که داره از کارت تو این بازی میکنن. ببین بعد تو باید اتابک رو دیروز تحلیل می‌کردی نه امروز. حالا ببین تو چرا برام مشکوکی؟ من دیگه فهمیدم این خانم به نظر من تو بازی شهرونده. خودت انتقاد داشتی که اتابک تو بازی شهرونده دیگه. شهروند تو گفته بود پارسا تو بازی قطعی شهرونده. پس تو حق رأی دادن به پارسا تو بازی نداشتی. خودت شقایق هم تو بازی شهروند داشتی. خب این اولین مسئله. به نظر من آقا رأی بدین، این رأی دو داده دیگه. چی می‌خوام بدین؟ یعنی به نظر من بازی برام بیرون نه. فقط آریا بازی. مرسی. از شماره 8 فقط یه رأی. اوه چقدر بد. از آریا با تعارف چالش امروز میدن بعد امروز آقا بازی چرا پریا منو میتونه ساعت بکشه بازی نه نیست. پریا رو تو بازی تک رای میدید آریا امیر موعظی گفت میخواد خودت بکشه دیگه، فقط تو رو میکنم بیرون. چرا به من رای میدید تو بازی؟ چرا گردنت میگم تک رای امروز بازی میکنم بیرون. این شقایق تو بازی شات شده، رای دو داده به شهروند. من امروز اومدم با یک کسی که رای این تو بازی رایش مساوی شده. من چجوری تو بازی موافقی کی میخوای بکنه بیرون؟ من و پریا یاریم؟ من و پریا بردیا با هم دیگه یارم. بازی روزه یک مافیای من شروع کرده بعد کنسل ایونت دادیم. تک رای میدید آریا امیر موعظی. هر کی تو بازی هر کی مافیا کار میکنم، فقط آریا امیر موعظی. مرسی. بازی که با کار پریا که راحت شد، تک رای بدید پریا از بازی بره بیرون دیگه. خستم دارید. پریا ورودش به بازی این بوده که آریا اینطوری بخوای تارگتم کنی گردنت میگیرم. رسینا گفت از کجا من فهمیدم من شهروندم. امروز این دو تا با هم دوئل کردن، مساوی کردن دوئلشون رو. اصلا به 100% یه رای بدید فقط پریا. اصلا نمیخواد تقدیر روز کوتاش کنید پریا داره. چی میگه آقا؟ تو که شو این آریو که به نظرم مافیاست تو بازی. به نظرم با پریا یاره دیگه. این پریا تنها فردی تو این بازی نباید این رأی رو مساوی می‌کرد تو بازی پریا بود. تنها کسی بود که درباره هر دو این دوستان تو بازی تو روزی که اظهار نظر کرده تو بازی. چجوری با رأی مساوی بردیا دیروز فهمیده بود چون من و پارسا قطعی تو این باکس مافیاست. امروز درباره‌ای که واسه این دوتا گرفتی باید بر اساس مافیای من این دوتا رو تو بازی تحلیل می‌کردی. به نظرم خودت و آریو پریا با هم مافیا. تو حداقل دو تا مافیا هست. اینجا که دو تا مافیا هست. پریا بردیا آریو. اینجا که قطعی دو تا مافیا هست. که برو نه شما میری بردیا رو وصیت می‌کنی. میتونه استیار تو. بله من هم چجوری گفتی این دوتا اشتباه بوده دورشون. به نظر من خیلی دور درستی بوده. حالا که نرفته کسی بیرون به نظرم اشتباه بوده. به نظرم یه
با میرفت بیرون دیگه. فوقش اونی که سایت میرفت بیرون اگه خودش شهروندی. خودت میدونی که شهروندی دیگه، بین این دو تا مافیا هست. یه دونه میرفت بیرون سایدش میخوند، اون یکی میخوند میرفت بیرون دیگه. به نظرم کار اشتباهی کردی، ولی خودت هم مشکوک کردی. داری میگی پریام مشکوک بعد از اینکه گفتی که دول اشتباهی بوده. چالش هم میدم به پریا بعد از من صحبت. آخه پریا تو دیروز مگه به قطعی مافیایی نرسیده بودی؟ من نه تو مگه به قطعی مافیایی نرسیدی؟ مگه ندیدی رأیشو داده به سینا؟ تمام المنایی که رأی بدی به آریو رو داشتی. دیروزم خودت سر صحبت بود زرگری تو بازی بوده آقا. هی میگفتید با بازی زرگری. این برای چی باید شات بشه رأی دو داده به شهروند؟ پس تو اون سه تا 2 تا مافیا بوده. وگرنه نرفتن اینو شات کنن که شقایق شو شهروند شده بود، مافیا فرصت داشتن بهش تارگت بزنن. نمیرفتن شاتش بکنن. 2 تا مافیا کاور کرده. دو شهروندا رو تارگت می‌کرد. رفتن شاتش کردن. تو دیدی این رای دو؟ تو مگه دیروز نگفتی این مافیاست؟ مگه رای دو ندی بعد این شهرونده بهش؟ چجوری دیدی رایش داده به سینا؟ تو هم رای دو دادی به سینا. تمام المنایی که رای دو بدی به آریو رو داشتی ندادی. امروز خانم پریا داده. خب الان واقعا به نظرتون من مافیام که همتون میخواید منو بدین بیرون؟ من و آریا با هم یاریم؟ من و آریا با هم یار باشیم که من زرگری رو شروع نمی کنم نصف نیمه چیز کنم که شماها بیایید منو بگیرید. بشینید پایین بابا. آریا دیروز نمیگفتی بردیا تو اروره؟ تنها چیز قشنگی که گفتی لایک من تا اینجا بالا بود. بردیا تو ارور نیست. بردیا یارمه دیگه. میخوام بردیا بره. من برم. آقا من میرم، من وصیت میکنم. تموم شد. اصلا مهم نیست. بازیو باختیم. من برم بازیو باختیم. بگو مافیا ببره. خانم پریا باشه آقا خوب نباید مساوی می‌کنم. پریا اگه شهروندی خب من نمیتونم الان من زورشو ندارم. من دوست دارم نگه دارم تو بازی. اصلا اگه شهروندی واسه من مهم نیست چون اشتباه کردم. آریو خودش تو تنش گفته شات شقایق یعنی دو جبهه داشتن سود می‌بردن. یعنی تو کسایی که شقایق گفته یه دونه مافیا هست باید 2 تا مافیا می‌بوده. این تو بازپرسی مگه خودت اینو نگفتی؟ خب شقایق گفته تو خودت سینا پریا خودش یه دونه مافیاست. پس چجوری واسه عجیبه که من دارم تو پریا رو با هم چین می‌کنم؟ تو که مافیایی. این بردیا خودش توی بازپرسی گفته به نظرم آریو شهروندتر، فک شهروندی واسه آریو آورده. فورسی که وقتی تو درباره فک شهروندی واسه آریو میاری دیگه حق نداری با این سوپریایی که رای آریویی که واسش فک شهروندی آورده بودی مساوی کرده رو تو بازی چیز کنی تارگت کنی. به نظرم تو شما مافیا زیاده آقا. تو دفاعیت به آقا تارگت زدی؟ روز قبل بهش تارگت زدی؟ خانم پریا دیروز 4 نفر به یه شهروند رای 2 دادن. 3 نفر نه تو که رای ندادن. ما رای دادی آریو؟ تو رای دنگ پاسپورتی دادی آریو؟ به من. نه به این دادی. اصلا هیچی. ما دو تا دادیم به این شهروند مثالی به شما. چرا نذاشتید بمیره؟ خود دیروز معتقد بودیم مشکوکه. شهروند معتقد بوده لای شما سه تا یه دونه مافیاست. چرا باید دنگ پاسپورتی رو مساوی بکنید؟ الان که چالش گرفتید که شما شو کردید. لای این دو تا کی مافیا بوده؟ قطعی که بین این دو تا مافیا بوده. همه دارن به شما تارگت میزنن. این مافیا بوده، اونو میکشتی بفهمیم این مافیاست. اونو میکشتی بفهمیم این مافیاست. 4 نفر رای دادیم به شهروند بمیره. چجوری دنگ تو ندادی به کسی که جزء کسی بود که اون 4 نفر رو خنده داره. این شهرونده بازی رفته بیرون 3 نفر رو وصیت کرده. آقای علی ساعت، آریو و آقا. امروز شما 2 نفر به من رای دادین، به خانم پریایی که رای 2 نداد به شهروند دارین تارگت میزنید. مگه رای 2 این پارسه کیا بودن؟ من بودم، شقایق بود کی؟ این 2 نفر دیگه تو بازی. شما از مافیای من میتونید الان تو 8 نفر یاری برای من متصور بشید؟ با سینا یار نمیشم. پریا سر صحبت با هم زرگری زده چرا باید این کارو بکنه؟ من و پریا با هم دیگه تو بازی، پس بعد اول فرصت تارگت رو بذارید رو من دیگه، چون من اول میام بالا. من سیت دم، پریا سیت آخره. شما اول منو بعد بکنید، نه پریا از باز بکنید بیرون. چون فرصتتون رونه. مگه میتونید علیرضا ساعت، بردیا، آریو ستایی با هم دیگه به بیرون رفتن پریا تو بازی لایک بدید؟ علیرضا ساعت و آریا شما دوتا با هم تو ترنتون گفتین خانم شقایق تو بازی شهرونده، این خانم تو بازی شات شده. وضعیت شهروند بودین، چه جوری به هم دیگه شک نمی‌کنید؟ با هم دیگه تارگت یکسان میزنید. چه جوری به هم دیگه شک نمی‌کنید؟ حرکت پریا بازی خراب کنه. من شهروندیش فکر نمی‌کنم. اصلا فکر نمی‌کنم. مهم نیست. تورنمنت هم نیست. هم که نشستیم دور هم بازی کنیم، حرکتش خراب کنه. چون این گفته بین تو و سینا مافیاست. ورودش به بازی اینطوری بوده. تو اتفاقا یکی هم کشتی. یه رای نداده ببینه تو چی یه وصیت برامون می‌کنی. چقدر خوشگله. می‌خواد ما تو 8 نفر بازی رو در بیاریم. شهروند بکنیم بیرون، مافیا شات بزنه ببره. اون کاری بیرون تو روز می‌خوند شهروند با وصیتش بازی می‌کرد. اوکی.
تو اصلا من نمیفهمم تو آخه همین داری دریوری میگی من نمیدونم چی تو معتقدی امروز داشتی به من میگفتی مشکوک دیروز خودت امروز فهمیدی پس زرگری تو بازی دیروز اولین نفری که ایده زرگری رو شما داد من بودم شما میگفتید اگه زرگری تو بازی نباشه تو اینا یه دونه مافیا امروز همتون دارید میگید تو اینا بیشتر از یه دونه مافیا است کارشم برای آدیو بعد از من صحبت کنم به نظر برگی شهروند من کنسرت تو رو خوردم به نظر برگی شهروندی رو نداشتم آخه دیروزش برام مشکوک بود برام اهمیت نداره تو شهروند برام مهم نیست جدی چون به نظر سینا هم شهروند بوده بودن که آقا دیروز فقط لایک میداده به مافیای تو دیروز تو ترن دفاعیش هم گفتیم می‌خواستم به تو تارگت نزنم دفاع بکنم ازت ولی با این حرفایی که زدی میخوام بکنمت بیرون این یار منه به نظرت نمیدونم اگه تو مافیا بودی اوکی من امروز رای میدم فقط به خانم پریا تو ترن به آوا بگی مافیا با آوام رای میدم چون پوزیشن رای دادن به تو رو نداشت ببینید چرا واسم بردیا شهروندی داره الان چون پریا که مافیاست اصلا فکر نمی‌کنم به شهروند اگه بخوام بگم مافیاست آدز بالا یارش باید بگه آریو که یارشون رأیشو مساوی کرده بخوام بگه این دوتا با هم مافیا دیگه عطابک و آوا چینش نیستن که این دوتا چین این دوتا که نیستن عطابک یار آریو نیست بکشه زیرش آوا هم که با آریو آن چین پس شقایق هم کاور کرده دیگه باید بگی بردیا دو سه تا شهروند کاور کرده واسه همین مثلا مزاد شهروند امروز که تک رای پریا میره تو هم یارشی امروز تک رای پریا رو روند بازی خارج می‌کنی اصلا مهم نیست نمیتونی نگرش داری اوکی خودت میخواد تو برو من دادم به عطابک خانم آوا توی بازی شما باید درک کنیم من روز قبل به شما تارگت زدم دیگه به رأی یک ندادم یه نفر تو بازی رأی 2 بهت داده یه نفر دیگه گفته شما تو بازی قطعی مافیا آورده تو دفاعیه چرا باز به من میگی رأی بازپرسی میدی به من چرا پس حق من اگه اینا مافیا باشه با این بازی میکنم شما رو از بازی بدم بیرون حقتونه پس من باهاتون دارم دیالوگ میکنم نمیخوام خانم شما از هر زاویه نگاه کنی حق نداشتی بدی شما مگه اون خانم مافیا نداشتی بهش رأی داده که از بازی بره بیرون به من رأی داده پس باید رأیتون دادی بیرون از این زاویه خودت تو صحبتش گفته بودی اون باید بره تمام صحبت راجع به آریو بودی تو بازی برای چی حالا نوبت خودت الان میشه تو نوبت خودت باید توضیح بدی دلیل این که مساوی کردی چی بوده پس باید بگی که من الان باید بلند شی بگی هم من شهروندم هم آقای آریو تو بازی شهروندی خاصی دو تا شهروندو تو بازی نگه داری هدف دست از این که مساوی کنی چی بوده پس شما امروز راحت میری بیرون فردا من به حساب در شما آره این حرفایی که میزنه درست چون این دوتا که با هم کنه مافیا نمیشن یکشون دور گرفته باشه بذاره جلو خب پس این فرضیه محال اگه بگی این دوتا با هم شهروندن باید بگی تو بردیا آریو قطعی مافیا نشسته که رأی 2 دادن بعدش باید بگی تو رأی 2 دادی دیگه آقا به این رأی 2 دادی نه چی پس رأی 2 کی بودن آها باید بگی تو این دوتا به نظر من با هم یار نیستن که شقایق رو اینطوری کاور کنن جفت برن شاتشون بکنن پس تو این دوتا یه دونه مافیا باشه سینا چون بعد بگی که بین من و آریو و این که دو رأی 2 ندادیم بینش این که تو دفاعی بود بعد بگی دو تا مافیاست من میبینم که آلردی با هم آن چین بعد بگی این مافیاست که میری تو من فقط اون میدونید به خاطر چی رأیشو داده به تو از رو مافیا بردیا خودش گفت ببین من کلا آریا بعد من صحبت کنم من مافیا آقا جان چین من کیه چین من آواز چین من بردیاس بردیا نمیتونم پیدا کنم این دوتا برای من 100 مافیان خیلی راحت به سادگی آوا که اصلا نمیدونه چی میگه از اول تو اروره اونم که تو اروره تو هم که فقط داری اینو تو کیا رو داری کاور میکنی تو الان بردیا رو کاور کردی علیرضا رو کاور کردی با سینا کاری نداری تو نگرانی با سینا کاری نداری پس مافیا بین ما 4 تاست دیگه من نمیفهمم منو بدیم بیرون اصلا مسئله نداره من میرم بیرون کیا به سینا رای دادن کدوم 2 نفر به سینا رای دادن دوتایی که مافیا داشتن به سینا رای دادن مرسی بفرمایید خیلی جالبه آیا هم میمازی میگه آقا دارم پاره میشم از صحبت این آریو چی میگه آریو امروز میگه علیرضا ساعتی شهروند به شهروند بردن من فکر کنم من تو درباره گفتم شما سه نفر چه دارین به هم دیگه تارگت میزنید این 2 نفر به مافیا لایک دادن گوش بده این 2 نفر به مافیا سرسوال لایک دادن بهشون تو بازی تارگت زدم یاران میشن این دوتا با هم میشن یاران خب اینجا هر شهروندی باشه دارید اشتباه بازی میکنید شما بعد به واسطه اون شهروندی که تو چین اشتباهتون هست آقا یار منه مرسی شما چینتون الان اینه چین آریا مرسی میریم برای رأی گیری مرسی آقا مرسی با 4 رأی داخل دفاع آقا مرسی با 4 رأی داخل دفاعیت از شماره 10 رأی بر شماره 10 رأی بر شماره 8
رای بر شماره 7 رای بر شماره 5 رای بر شماره 4 رای بر شماره 3 رای بر شماره 2 رای بر شماره 1 دفاع. تارگت بردیا کاور برو یارم آقا وایسا بفرم. یه این ترم آخری گذاشتی خلاص که گفتی من رو با هم مافیا چرا من مساوی کردی آقا من یه طرف نمیدونم ولی پرده که مافیا باشه بازی خیلی سخت. منطق امروز میگه این آریو و آوا با هم یارشون باشن ولی خب آوا سر صحبت لایک داد به سخت بازی سخت. نه شما دوتا به هم شک نکنید الان میخونه ناتو هکر مثلا. مرسی کاور. من دیگه تقریبا مطمئنم تو شما سرفت دوتا مافیا دیگه حاجی مگه میشه نفهمید شما امروز پریا رو با 7 رای آوردید دفاع حاجی باورم نمیشه این پریا رای منو شد این اگه مافیاست خب کدومتون آمبول شدید دارید میکنیدش بیرون اگه این مافیاست یعنی من و پریا یار باشیم یه یار یکی بعد این پوینت ما رو داره میگیره الان کیه اون آقا بگید اون کیه این ادوبکه این ادوبک آدزار تو بازی مافیا باشه شرمنده کار که 2 رای آورد یعنی چی میگم اینم تازه به مافیا تو بازی من شما بهم رای 1 دادیم مرسی بچه‌ها دفاعی حق رای میگیرم رای ندید آقا هیچ حق سلام من اصلا کار ندارم فقط خداییش خدا وکیلی خندتون نمیگیره با 7 دارم فقط یه به رای نداده هر کسی که حتی کسی هم که روزی یک کاورم میکرده بهم رای داده اینی هم که یعنی من کلا منو یتیم دارین از دک میکنین بیرون خیلی راحت یار ندارم هیچ یاری ندارم میخواین بذارین شاتو ببینیم روزی که وقاحته با یه شات میتونم ببرن یارش رو دارم میدم بیرون تو که مافیای عیرضا اونم از روز اول داره چیز بعدم میاد جیک جیک میکنم با 4 رای خروجه رای 2 میگیرم برای شما 1 وصیت خدا وکیلی جان من این همه مافیا بازی میکنی خجالت بکشین همتون بالاخره اونجا که مافیا نشسته خجالت بکشین روز وقاحت مافیا که با یه شات میتونم ببرن من یارشون رو میکنم بیرون خیلی زشته امیدوارم همتون مافیا باشین چون یکی اینجا شهروند نشسته باشه واقعا سطح پلیتون خیلی زشته مرسی شبه زشته آقا ساکت نمیخواستم آریو بره بچه‌ها شبه آقا شبه بابا جزیرتون شبه همه خواب تکیه لطفا هکر گروه مافیا مرسی کاراگاه مرسی دکتر مرسی آهنگر مرسی مالیگار مرسی روز در شبی گذاشت خدافزی میکنیم با سینا و مافیا میرون چو بودی؟ چی بودی؟ برو ناتوش اتابک آقا آریو خب چرا مساوی میکنی؟ خب من چون مساوی
تبریک به گروه مافیا بابت بردشون تو ایونت 4 از فصل 2 رویال کیوب سناریوی هکر. شروع می‌کنیم از آقا جان. آقا جان نظرت راجع به بازی بگو به ما. جالب بود. خوشحالم یاران عالی. مرسی. من تبریک میگم به یارم. ما که تو کیو برمون مافیا شدیم که نیشید بردیم. یکم به نظر من بازیکن‌های سخت‌تری بیارید. روپایی زدن آسون. مرسی. بازی که به نظرم بازی خوب بود. من مایک دارم یه واسه کنم از شهروندان که هر جا تو روند بازی فیلینگ روپایی بهشون دست داد، اگه تحت فشار قرار گرفتن ازشون عذرخواهی میکنم. تشکر میکنم از مجموعه خوب رویال گیم کافه و آقای علی شفر، ایشون خیلی زحمت میکشن تو مجموعه، و از پارسای عزیز که با وضعیت درخشانشون بازی رو برای ما آسان‌تر کردن. خیلی ممنونم. التماس دعا. مرسی.